بنام یزدان افاج. امروز 10/7/1400 خورشیدیه. همکنون یه سالی از بچهای بوشهر داریم. میخوایم بپرسیم که بلبل چیه. میدونن بلبل چیه؟ ممنون و سپاسگزارم. داداش سلام، خسته نباشی. بچه کجایی؟ بچه خود بوشهر. شما میدونید بلبل اناری چنه؟ بلبل اناری؟ آره. تا نخوری نه؟ ممنون، سپاسگزارم. بچه سلام، خسته نباشید. آقا یه سوالی دارم. جناب کدومتون میدونین بگین که بلبل اناری چیه؟ آره. انار داریم اما بلبلش نداریم. پس نمیدونین بلبل اناری چیه؟ ممنون، سپاسگزارم. داداش سلام، صبح بخیر، خسته نباشی. داداش بچه بوشهری؟ داداش عذر میخوام، بلبل اناری میدونی چیه؟ آره. چیه؟ میتونی توضیح بدی؟ نونه که با خب اینا درستش میکنم. یه مقدار بیشتر توضیح شده. بیشتر چون خودم نپختم بیشتر نمیتونم توضیح بدم. دیدی خوردی هستن؟ سپاسگزارم. گرده ناری. آره تقریبا گرده نه، بلبل اناری. سپاسگزارم. داداش سلام، صبح بخیر، خسته نباشی. نوش جانت باشه صبحونت. داداش یه سوال داشتم. آقا بلبل اناری میدونی چیه؟ بلبل اناری آره. هم خمیرن که اینجوری تاش میکنن، لاش انار میذارن. خب پیازی. پس خوردی. حالا بلبل اناری اون پیازیه، بلبل اناری خوشمزه است نه؟ ممنون، سپاسگزارم. ولی پیازیش خوشمزه. آره تشکر. خواهش می‌کنم. داداش سلام، صبح بخیر، خسته نباشی. داداش بچه بوشهری؟ بلبل اناری میدونی چیه؟ بلبل اناری میدونی چیه؟ نخوری نه؟ آها. فکر کنم خوشمزه باشه. اسمش هم تازه نشنیدی؟ تشکر میکنم. سلام داداش، خسته نباشی. آبپاشی میکنی؟ صبحت بخیر باشه. داداش میدونی بلبل اناری چیه؟ نه. تا الان نخوردی؟ نه. تازه به گوشتم نرسیده بلبل اناری؟ بلبل جیکه، بلبل اناری، بلبل پیازی؟ نه والله. سپاسگزارم. داداش سلام، صبح بخیر، خسته نباشی. بچه بوشهری؟ نه بچه خوزستان. خب بلبل اناری میدونی چیه؟ بلبل اناری تا حالا خوردی؟ آره. احسن. چطوریه؟ میتونی توضیح بدی؟ بگو توضیح بده چجوری درستش میکنن؟ چطوری درستش میکنن بلبل اناری و بلبل پیازی، بلبل جیکه؟ نخوری نه؟ ممنون، سپاسگزارم. به نام خدا، صبح بخیر بچه. آقا خسته نباشی. سلام عرض کردیم. آقا بچه بوشهری؟ بله. بلبل اناری میدونی چیه؟ چی؟ بلبل اناری. نه. بلبل جیکه، بلبل پیازی؟ نه. تا حالا بوشهر نخوردی؟ جیکه و اینا شنیدم ولی بلبلش اولش نبوده. آها. ممنون. یه نوع چیز بوده، گیاه بوده. یه نوع علف صحرایی تنده تیزی مثل تقریبا سیر میمونه. بله. تقریبا. دوستان سلام، صبحتون بخیر. آقا بعد از یه شنای صبحگاهی خسته نباشید. بچه بوشهری آقا؟ بله. یه سوال داشتم. آقا بلبل اناری میدونی چیه؟ بلبل اناری. بله نه مشتکه. خب ما میگیم بلبل اناری. حالا بلبل اناری، بلبل پیازی، بلبل جیکه خوردی؟ اینا مشتک اناری و جیکه هم که میگیم ما بهش میگیم ترشو که هوا خوردیم. آره خوردی نه؟ بله. آها، نوش جانتون. من لاری کجایی؟ ما مال بندری هم با اجازه. بندری. آره قربون شما. ما چاکرتیم. خسته نباشی. رئیس همه سبیل. کی؟ آقا حبیب. احسن. برو از دم دیگر. چاکرم. آقا شما بلبل اناری میدونید چیه؟ آقا خوردی چی میدونید توضیحش چطوریه؟ نخوردم ولی میدونم چیه. توضیح میتونی بدی چطوری ساخت میشه؟ نه. ممنون، سپاسگزارم. بلبل انار دور میکنن. خب بعد انار میذارن داخل بلبل. آره. بعد تاش میکنن. احسن. میچسبونن به هم مثل ساندویچ میشه. آره خب. بعد یه نمونهش چیز میگن پیازی. یه نمونهش میگن اناری. یه نمونه دیگه هم میگن دو پیازه‌ای که مثل سمبوسه میشه. آره خب. اینا میذارن بعد اینا دوباره رو توه میپزن. احسن. آفرین. بعد اینا پخت بشاد میزنی شارژ میشی. دمت گرم. ممنون. تو بوشهر چیش میگن مشتک. احسن. تشکر میکنم. داداش سلام. خوبی؟ صبحتون بخیر. آقا بچه بوشهری؟ با اجازه. آقا بلبل اناری میدونی چیه؟ بلبل اناری. اصلا بلبل میدونی چیه؟ بله.
خب حالا بلبل اناری تا حالا نشیدین؟ نه متاسفانه. سپاسگزارم. بچه سلام، خسته نباشی. داداش بچه بوشیری؟ آره. بلبل اناری میدونی چیه؟ چی؟ بلبل اناری. نه. تا حالا نشیدی؟ گوشت نخورده؟ نه. ممنون سپاس. عبدی سلام. صبحتون بخیر، خسته نباشی. بچه بوشیری؟ زادزم بوشهر ولی ساکن بوشهر نیست. خب میدونی بلبل اناری چیه؟ چی؟ تا حالا بلبل اناری گوشت خورده؟ نه بلبل نشیدی؟ نه. خانم سلام، خسته نباشید. شما تا حالا بلبل اناری گوشت خورده؟ نمیدونید چیه؟ بچه بوشیری؟